اینجوریان که وای اینا برنامه پخشه چقدر منفور بشن. اینا برنامه پخش شد، خیلی هم محبوب شدن، الان میلیون ها بیننده از شما متنفرن. شما که اونجا تعدادتون هم زیاد بود فکر میکردین حق با شماست، الان هممون از شما متنفریم. این برنامه به خوبی نشون داد که اون دوستاتون که میان هی در گوشتون میگن به هم بزن به هم بزن، دختر فلانه دختر بیساره، تا به هم بزنی همون پسر تو رویاهاش داره به اون دختر فکر میکنه، منتها ممکنه سمتش نیاد چون میدونه دستش بهش نمیرسه. این دوست حسوده اگه حسود باشه میاد میشینه کنار شما، هی شروع میکنه از پارتنر بد گفتن، هی شروع میکنه تیکه انداختن. کارتشو دائما میداده به پسره که واسه خودش مریجوانا بخره. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. که البته که من خودم حالم خیلی خوب نیست، هم از لحاظ روحی هم از لحاظ جسمی، و داشتم فکر میکردم که اصلا نمیخواستم ویدیو و ولاگ بگیرم، ولی داشتم فکر میکردم که چرا همیشه آدما میان توی فضای مجازی حال خوبشون رو فقط نشون میدن، اون خوشیای زندگی رو نشون میدن و بقیه اینجوری فکر میکنن که زندگی اونا یا زندگی کلا آدمای دیگه بجز خودشون همیشه خوبه، همیشه قشنگه، همیشه حالشون خوبه، همیشه در حال خوش گذروندنن، همیشه دارن روتینشون رو رعایت میکنن، دارن رژیم میگیرن، چیزای سالم میخورن، ولی واقعیت اینجوری نیست. الانم میخواستم یه دمنوش درست کنم که توی یکی از ویدیوهام راجبش باهاتون صحبت کردم که راجب خوشبو شدن بدن و اینا بودش. میخواستم این دمنوشه رو درست کنم، بعد گفتم که خب بیام یه استوری بگیرم، وقتی دارم درست میکنم استوری بذارم تو اینستاگرام. و گفتم چرا استوری بذارم، من که مثلا یه مقدار آرایشم کردم آماده شدم و گفتم که حالم و واقعیتش رو بهتون بگم که خیلی اوکی نیستم، که آدمایی که ویدیو رو میبینن فکر نکنن که فقط خودشونن که یه وقتای حالشون خوب نیست. همه آدما یه روزای حالشون خوب نیست، شاید اصلا این روزا خیلی هم زیاد باشه، ولی چیزی که توی فضای مجازی میبینید همیشه حال خوب آدماست و خواهش میکنم خودتون رو با اونا مقایسه نکنید. خب بریم یه دمنوش درست بکنیم که قبلا راجبش صحبت کردم توی یکی از ویدیوها و گفتم که یه دمنوشیه که به خوشبو شدن بوی بدنتون کمک میکنه. خوشبو شدن بوی بدن، خوشبو شدن بدن، هرچی. حالا الان از اونجایی که من روز اول پریودم هم هستش، یه ترکیب دیگه هم میخوام به این دمنوشه اضافه بکنم که به این حالتم بیشتر کمک کنه و گفتم بیام اینجا با هم درستش کنیم. آقا یه قوری بردارید، بابونه. بچه ها بابونه تو دوران PMS و پریود خیلی کمکتون میکنه، خیلی خاصیت های دیگه هم داره، ولی من خودم مثلا واسه این خریدمش که تو دوران PMS من خوابم که میریزه به هم، حتی با قرص خواب و اینام راحت نمیتونم بخوابم و سرچ کردم دیدم بابونه خیلی کمک میکنه به بهبود خواب. خاصیت های دیگه هم داره که میتونید اونا هم بخونید، طعمش هم خوبه، طعم تند و اینایی نداره، مثلا لونده و اینا طعم تندی نداره. خب این شد برای این. و اما اون دمنوش خوشبو کننده چیا داره بچه ها؟ یکی از ترکیبات اصلیش سیبه. من سیبا رو اینجوری خورد میکنم، ببین من همه موادی که میخوام بریزم و ریختم این تو، حالا همون مقداری که میخوام استفاده بکنم. چند تیکه سیب که من همینجوری با پوستشم خورد کردم میریزیم این تو، و دارچین که خب هم به خوشبو شدن بدن کمک میکنه، تو ترکیبات این دمنوش خوشبو شدن هست و الانم که خب واسه وضعیت من خوبه. دارچین میریزیم، گل محمدی میریزیم و این چی بود اسمش؟ هل. بچه ها هل البته میگن که یه مقدار باید فشار بده یا با چاقوی خراشی بندازی که اون توش بزنه بیرون، چاقو نداریم ولش کن. و مقداری نبات که برای دل دردمون و اینا خوبه، حتی این خیلی زیاده، همینقدر بسته. خب گلای توی خونه من آب جوشم آوردم،
یه 10 دقیقه هست که جوشیده. قشنگ آب جوشو میریزیم. حالا من لوندر خوب نداشتم یا همون استخدوس. استخدوسی که دارم خیلی هم مقدارش هم زیاده متاسفانه. جنس خوبی نداره، یعنی همش از این چیزا ساق ماقه ها داره و اون گل خوده، اون گل بنفشاش خیلی کمه. برای همین ترجیح میدم استفادهش نکنم، چون که طعم خیلی جالبی نداره اونجوری. دیدی یهو جرقه زد. خب بچه ها جون، اینو میذاریم اینجا. صافیمون، لیوانمون، اینا رو هم ببرم آشپزخونه و شاید یه شکلات هم بخورم. به هر حال الان حق دارم شکلات بخورم. خب تا دمنوش من آماده شه، به نظرم بیاید یکم غیبت کنیم دور هم. به هر حال پنجشنبه است، نشستیم کنار هم. شما هم یه چایی، دمنوشی، قهوه، چیزی برای خودتون بریزید. بیاید یه ذره غیبت کنیم راجع به برنامه عشق ابدی که این روزا خیلی ترند شده و خود من از همون موقع که این برنامه شروع شد شروع کردم به دیدنش و دیگه نتونستم ول کنم. بچه یه نکته که وجود داره راجع به این برنامه اینه که دیدگاه ها نسبت بهش اینجوریه که وای این برنامه زرد، سخیف، سطح پایین، وقت تلف کردن و همه اینا. اما بذارید یه چیزی رو بهتون بگم. اگه این برنامه رو از یک دید دیگه نگاه بکنی، به عنوان اینکه اینا یه سری آدمایی هستن که یه جامعه کوچیک شده از جامعه بزرگی که اطراف همه ما هست رو تشکیل دادن و چون که تایم زیادی دوربین روی ایناست و خب ریالیتی شوه، میشه شخصیت ها رو شناخت و میشه فهمید که آدما در مقابل یه سری اتفاقات چه ریاکشنایی نشون میدن و این تو دنیای واقعی هم خیلی کمکمون میکنه. مثلا پسرایی که غالبا از سمت دخترها ریجکت میشن، میرن پشت سر همون دختر شروع میکنن حرف زدن یا میرن سعی میکنن رابطه‌شو خراب کنن چون خودشون دستشون به اون دختره نرسیده. و مثلا یکی از نکات دیگه که قبلا هم میدونستم ولی توی این ریالیتی شو به طور واضح مشخصه اینه که دخترای حسود چه شکلی نمود پیدا میکنن و حتی همین دخترای حسود چقدر فکر میکنن که بلدن با حرف زدن این حسادتشون رو بپوشونن، ولی کاملا با رفتارشون واضحه که دارن چی کار میکنن. شخصیتی مثل ماهرخ که البته من ترجیح یه جور دیگه صداش بکنم ولی خب به خودم میگم که سرجون مؤدب باش. شخصیتی مثل ماهرخ که انقدر از آگاه بودن حرف میزنه، ادعای فمینیست بودنش میشه و ادعای اینو میکنه که به خاطر هیچ مرد خوشو تغییر نمیده، اجازه نمیده هیچ کسی محدودش بکنه و خودش هم هیچ کسی رو محدود نمیکنه. من اوایل میگفتم که این دختره برعکس ظاهرش که خیلی نمیپسندن، پر پرسینگه و یه مدل خاصی لباس میپوشه، چقدر آگاهه، چقدر خوب رفتار میکنه. اما وقتی گذشت دیدم نه، نمونه یک آدم حسود ماهرخ. و ریاکشن دخترایی که به یه دختر دیگه حسودی میکنن غالبا چه شکلیه؟ دخترای حسود معمولا میان با هم دیگه تیم میشن، تعدادشون هم بیشتره، بر علیه اون دختر خوشگله که لولش هم بالاست و همه پسرام ازش خوششون میاد میشن و به روش‌های مختلف میریزن سر این دختره که توی این برنامه این دختر نگاره. چون معمولا دختری که اعتماد به نفس و عزت نفس نداشته باشه و به یه دختر دیگه، به زیبایی یه دختر دیگه، به حالتها و لوندی یه دختر دیگه حسودی بکنه و ببینه که خودش نمیتونه به اون سطح و لول برسه، شروع میکنه به حسودی کردن و به یه اکشنایی نشون دادن که شاید به نظر خودش مشخص نباشه این اکشن از روی حسودیشه، ولی مخاطب و آدمای دیگه کاملا اینو میفهمن. مثلا وقتی بهار وارد برنامه شد، خب بهار واقعا یه دختر زیبا که یه کاراکتر خاص و مخصوص به خودش داره، جسوره و یه کاراکتر قوی داره دیگه. وارد برنامه شد، خود نگار که قبل از اینکه بهار ورود بزنه تنها دختر قوی و جسور اون برنامه بود، شروع کرد از بهار هم پشت سرش هم جلوی روش تعریف کردن
و کوچکترین حسادتی نسبت به بهار نداشت و همین باعث شد که زیبایی نگار از نظر بیننده حتی چندین برابر بشه، چون این دختر تو وجودش حسادت نداره و تحمل دیدن یه دختر زیبای دیگه رو هم داره. البته از نظر من آدم زشت که وجود نداره، خب، ولی بعضیا اون لوندیه، اون جذابیت توی وجودشونه و این باعث میشه که بدون اینکه خودشون متوجه باشن و اصلا اینو بخوان، بقیه نسبت بهشون گارد بگیرن، حسودی بکنن و بر علیهشون بشن. خب و بچه ها بهتون بگم این برنامه رو که شروع کردم به دیدن فقط واسه فانش میدیدم. حتی یادم همون اوایلش از نگار که الان کاراکتر مورد علاقه منو تو این برنامه خیلی خوشم نمیومد. واسه فان شروع کردم این برنامه ها رو دیدن و اینکه به طور واضح توی این برنامه میشه دید که وقتی تعداد زیادی از آدما تیم میشن بر علیه مثلا 1 نفر، 2 نفر یا 3 نفر، بر علیه یه تعداد کمی، این نشون میده که اصلا دلیلی نداره که آدما میگن وقتی تعداد زیادی یک نظر دارن پس این نظر درسته. به قول بهار که توی این برنامه میگه یه چیزی وجود داره به اسم اثر جمعی و وقتی یک نفر میبینه که جماعت دارن به یک سمت و سوی میرن ترجیح میده که باهاشون همراه بشه، چون این آسون ترین کاره، چون که دیگه اونا بر علیهش نمیشن و توی تیم اونا جا پیدا میکنه. اما آدمی که این کارو نمیکنه کاراکتر قوی و ساخته شده ای داره و خیلی جالب بود چون که توی دنیای واقعی هم همینه که یه سری آدم جمع میشن دور هم، تعدادشون هم ممکنه زیاد باشه، شروع میکنن پشت سر یه سری دیگه حرف زدن، هی حرف میزنن هی حرف میزنن، حقو کاملا با خودشون میبینن، اونا کاملا بدن، اینا خوبن، اینا هیچ اشتباهی نمیکنن، همه اشتباه ها رو بقیه میکنن و چقدر اینکه آدما پذیرای اشتباهشون باشن قشنگه. توی همین برنامه ترانه یه کاراکتر جیغ جیغوی خیلی کسیه که بلد نیست خیلی صحبت بکنه و چجوری با آدم ها ارتباط بگیره و همین باعث میشه که آدم ها روش گارد بگیرن. من یه نکتهشو خیلی دوست دارم، دختر زیبایی واقعا، واقعا هم میگم یاد خود ترانه میافتم چون حرف میزنه واقعا میکنه. یکی از ویژگی‌هایی که توی ترانه باعث شد که من ازش خوشم بیاد این بود که پذیرش داشت. وقتی بهش انتقادی میشه، حتی همین پارتنرش مهبود وقتی بهش انتقادی میکنه که درسته میپذیره و سعی میکنه درستش کنه، برعکس تناز، سودا، ماهرخ و همون پسرای دوروبرشون دکتر قلابی و اون شهین و امیر حسین و اینا که وقتی اشتباهی میکنن اصلا نمیپذیرن و این چقدر کاراکتر یه آدم رو خراب میکنه و پایین میاره. اینکه تو به عنوان یک آدم فکر کنی که کاملی و هیچ اشتباهی نداری توی رفتارت و هیچ باگ شخصیتی نداری، انتقاد بقیه رو اصلا نپذیری، وقتی هم کسی ازت انتقاد میکنه یا با شخصیت و رفتارت حال نمیکنه بیای بر ضدش بشی و یک جماعتی مثل کفتار حمله کنید بر سر اون یک نفر. نمونه بارز بولی کردن و قلدری کردن رو توی این برنامه میتونین ببینید و منی که بینندم بچه ها هرس میخورم. یعنی پریشب بود من PMS بودم، اینجوری بودم که نمیخوام امشب این برنامه رو ببینم، چون که من به عنوان کسی که فقط دارم میبینم به جای نگار و الهه و بهار که توی این برنامه حضور داشتنم دارم هرس میخورم، اذیت میشم وقتی رفتار بقیه آدما، رفتار یه جماعتی که تعدادشون هم زیاده بر علیه اینا رو میبینم. یعنی واقعا آزار روحی میبینم، هرس میخورم، اعصابم خورد میشه و با خودم فکر میکنم که این بنده خدا که توی این برنامه دارن این شکلی اذیت میشن چی کشیدن. من به عنوان بیننده اذیت میشم از دیدن خبیث بودن و درو بودن و کثیف بودن یه سری آدم و توی این برنامه. ببین بقیه چی میکشن. حالا اگه شما این برنامه رو میبینی یا حتی نمیبینین، میخوام به یه نکته دیگه هم اشاره بکنم که توی دنیای عادی و واقعی دور و بر خودمون هم وجود داره و توی این برنامه هم میشه کاملا اینو دید.
اگه این برنامه رو دیده باشین که خب شخصیت و کاراکتر و زیبایی نگار رو میشناسین. اگرم ندیدین من بهتون بگم که نگار یه دختر زیبا، جذاب و با کاراکتره. نحوه حرف زدن خاصی داره، قشنگ صحبت میکنه، جسور، شخصیت قدرتمندی داره و دختریه که سریع به پسر نزدیک نمیشه و اجازه هم نمیده کسی سریع بهش نزدیک بشه. جدا از اینها اون زیبایی و لوندی و جذابیتی که یه زن باید داشته باشه رو نگار کاملا داره. این از این. از روز اولی هم که وارد این برنامه شد کل پسرای ویلا گفتن که نگار یکی از گزینه هاشونه، یعنی تک تکشون اینو گفتن و به هر پسر جدیدی هم که وارد ویلا شد اینو گفت. حالا چه اتفاقی افتاد؟ یه پسری وارد ویلا شد اسمش بود یکی وارد ویلا شد اسمش فرشاد بود، با نگار وارد رابطه شد. فرشادم اوکی پسر نسبتا جذابی بود از لحاظ ظاهری. همه شروع کردن حسودی کردن، هم دخترها هم پسرها. و داخل پرانتز بگم خیلی عجیبه که غالبا دخترها به جون هم میافتادن. یه پرانتز دیگه هم وا بکنم، اونجایی که بهار و ماهرخ سر دکتر دعواشون شده بود که البته بهار سر دکتر دعوا نکرد، با ماهرخ مشکلش. دکتر خیلی شیک بلند شد، اینا داشتن این بر همو میکشتن، رفت تو آشپزخونه شروع کرد ساندویچ خوردن و نگار بلند شد رفت سمتش. اینجوری شد که بابا تو هم یه جای این بحثی، چرا اومدی داری ساندویچ میخوری؟ چی برگرده بگه خوبه؟ گفت چقدر لباست خوشگله بهت میاد. آهان اینو میخواستم بگم که غالبا دخترها به جون هم میافتادن و پسرها معمولا با هم خوب بودن و چقدر این زشته. منی که غالبا طرفدار خانومام خیلی این برام دردناک بود. خلاصه نگار با فرشاد وارد رابطه میشه، جماعت هی جمع میشن دور فرشاد، با این به هم بزن، با این به هم بزن، با این به هم بزن، به هم میزنه. توی فینال حذف میشه. بعد از حذف شدن میلاد میاد سمت نگار. میلادی که با همون تیمه تقریبا دوسته ولی خب کاراکتر بهتری داره. میاد سمت نگار، با نگار اوکی میشه، دوباره همه حجمه ها شروع میشه. با این تفاوت که قبلا فرشاد بلد نبود و دلش نمیخواست از نگار حمایت بکنه، پشتش در بیاد و اجازه نده کسی راجع به رابطه‌شون حرف بزنه، ولی از این ور میلاد پشت نگار بود و تا جایی که کاراکترش اجازه میداد از نگار حمایت میکرد و طرفداری میکرد. و حرفایی هم که در مورد نگار هی در گوشش ویز ویز میکردن و هی با نگار میگفتن به هم بزن و نمیدونم این آدم فلانه و بیسار و اینا، تا یک جایی روش تاثیرگذار نبود، تا اینکه یه جایی دیگه این آدم کم آورد. فکر کن 12 13 14 15 نفر هی بیان در گوشت بگن این دختره بده، با این دختره به هم بزن، این دختره فلانه، بیساره، اداه فیلمه. آقا این آدمه یه جا اصلا طاقتش تموم شد، با نگار به هم زد. 1 ساعت از به هم زدنشون نگذشته بود پسرای دیگه دست به کار شدن و این میلاد جون صداش در اومد. آقا شما برای چی صدات در میاد؟ مگه با دختره به هم نزدی؟ در حالی که میدونستی هر کسی وارد این ویلا شده و میشه از این دختر خوشش میاد. اگه قرار بود هرس بخوری از اینکه بقیه نزدیک میشن به این دختر، به هم نمیزدی. واقعا دمنوش خوشمزه بچه. اگرم آدمی نیستین که دمنوش خوردن رو دوست داشته باشین به خاطر طعمی که داره، این دمنوشی که من درست میکنم خیلی خوشمزه است. میگم اگه به این ترکیب مثلا اسطوخودوس یا همون لوندر اضافه میکردم یه مقدار طعمش تند میشد که هر کسی دوست نداره، ولی این ترکیبی که گفتم به علاوه بادیان ستاره‌ای، من ترکیب این بادیان ستاره‌ای رو الان نریختم چون که نداشتم، اونم یکی از ترکیبات مهم این دمنوشه. حالا ترکیبات این دمنوشه رو قشنگ اینجا براتون می نویسم جداگونه چون که الان ترکیبش کردم، ولی اینو امتحان کنی، خیلی چیز جذاب و واقعا کارم این بود که این دختر خیلی صبوره به نظر من. خودش میگه عصبی هم ریاکشن نشون میدم، ولی جای درست و به درستی به نظرم ریاکشن نشون میده و اتفاقا صبرش هم خیلی زیاده. یادم توی یه قسمتی ماهرخ و سودا بحثشون شد، سودا 2 روز حالش بد بود، تازه با یه نفر بحثش شده بود. بعد نگاری که هر شب هر روز اون جماعت 15 نفری میگرفتن روش، این شکلی قدرتمند ادامه داد. این خیلی قشنگه.
و یه جمله هم که میگه که زمان همه چیز رو مشخص میکنه، واقعیت ها مشخص میشه و بیننده ها قضاوت درست میکنن. چون که این جماعتی که تیمن توی این برنامه اینجوری که وای اینا برنامه پخشه چقدر منفور بشن، اینا برنامه پخش شد خیلی هم محبوب شدن، الان میلیون ها بیننده از شما متنفرن، شما که اونجا تعدادتون هم زیاد بود فکر میکردین حق با شماست، الان هممون از شما متنفریم. به نظر من اگه یه پسر کاراکتر قوی داشته باشه و کسی باشه که اون فردیت خودش رو بشناسه و بدونه که از چه چیزی خوشش میاد، از چه چیزی بدش میاد، چه چیزی درسته چه چیزی غلط، خودش قدرت تشخیص اینو داشته باشه، اصلا به کسی اجازه نمیده راجع به رابطش و انتخابش صحبت بکنه. اوکی شاید اجازه هم بده صحبت بکنه ولی تأثیری روش نمیذاره، چون این آدم یه کاراکتر قوی داره و میدونه، خودش میدونه چی درسته چی غلطه بر اساس باورهایی که خودش داره، نه بر اساس باورهای غلط دیگران. این برنامه به خوبی نشون داد که اون دوستاتون که میان هی در گوشتون میگن به هم بزن به هم بزن، دختر فلانه دختر بیساره، تا به هم بزنی همون پسر تو رویاهاش داره به اون دختر فکر میکنه، منتها ممکنه سمتش نیاد چون میدونه دستش بهش نمیرسه. بچه یکی از ویژگی‌هایی که میتونین دوستای سمیتون رو بشناسین، کسایی که تاکسیکن بهتون حسادت میکنن رو بشناسین، این دختر و پسرم نداره، اینه که من خودم اینو یکی از تجربه هامه که میگم اینه که وقتی مثلا رابطه شما با پارتنرتون همیشه خوب بوده، حالا الان به یه چالشی خورده، این دوست حسوده، اگه حسود باشه میاد میشینه کنار شما، هی شروع میکنه از پارتنر بد گفتن، هی شروع میکنه تیکه انداختن، این آدم حسوده. دوستی واقعیه که میاد میشینه جلوی شما میگه اوکی این مشکلات بینتون وجود داره، تو این باگو داری، اون طرفت این باگو داره، این مشکلات توی رابطتون ممکنه بعداً هم پیش بیاد، راه حلش اینه، تو ببین با همچین چیزایی میتونی کنار بیای نمیتونی کنار بیای. شروع میکنن به تخریب، آدمای حسود به تخریب رابطه‌ای که داشتین، مثلا میگن فلان کارم برات نکرد، اونجا یادت فلان کارو کرد، اون کارش یادت نره ها. بابا تو چرا داری هیزم میریزی تو آتیش طرفی که توی رابطت خودش همه اینا رو یادشه. یه وقتایی یکی هست توی رابطه با دوستتون که این آدمه مشخصا سمی و تاکسیکه. خب مثلا من نمونهشو داشتم، دوستم با آدمی توی رابطه بوده که همش با ماشین خودش میرفته دنبالش، کارتشو دائما میداده به پسره که واسه خودش مریجوانا بخره. کم کم دوست منو داشت میمرد سمت مصرف اینجور چیزا و دائما دروغ میگفت، تهدید میکرد، خیانت میکرد، بد حرف میزد، توهین میکرد. یعنی میخوام بگم رابطهشون بجز یه نقطه‌ای که نمیتونم بگن چیز مثبت دیگه ای نداشت. خب این یه چیز واضح بود که من به دوستم بگم آقا مراقب خودت باش و به هم بزن. ولی وقتی یه رابطه‌ای که هم روزای خوب داشته هم روزای بد، طرف میشینه جلوی شما هی تخریب میکنه هی تخریب میکنه و فقط تخریب میکنه و اون خوبی ها رو کلن ایگنور میکنه و نمیذاره شما اون خوبی ها رو ببینید و درست تصمیم بگیرید، خودتون تصمیم بگیرید بر اساس باورهای خودتون، شناختی که از خودتون دارید، شناختی که از اون آدمه دارید و شناختی که از احساس خودتون به اون آدمه دارید. ببینید یه سری آدما دیگه تکرار نمیشن، یه سری حسا دیگه تکرار نمیشن و یه جایی ممکنه پشیمون بشید که دیگه فایده ای نداره. خب بچه‌ها جون این ویدیو هم یه خورده طولانی شد، من میخواستم اینو ولاگش بکنم ولی دیدم که حرفامون بیشتر شد، بیشتر طول کشید، غیبت کردیم، راجع به مسائل مختلف با هم حرف زدیم. اینو یه ویدیوی جدا میکنم و خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو توی کامنت ها در مورد چیزایی که گفتم بنویسید و حتما برام بنویسید که این سبک ویدیوهایی که بشینیم این شکلی مثل دوتا دوست با هم دیگه صحبت بکنیم، غیبت بکنیم، راجع به چیزای مختلف حرف بزنیم و دوست دارید یا نه، و اگر دوست دارید بیشتر راجع به چه موضوعاتی با هم صحبت بکنیم. خیلی ممنون میشم که منو حمایت کنید، ویدیوهای دیگه چنلم هم ببینید که همینطوری با هم پیش بریم و ادامه بدیم. دوستتون دارم، بوس بهتون.